این برادری مهربان استاد عزیز که حاجی میرزا را به این محله ما و خاندان دوست خیر و مقدم میگویم که امروز از قدوم مبارکی برادری مهربان که دیدارش بسیار صمیمی است، جای مبالغه نیست، جای تعریف نیست. بسیاری زمان در صحبت اهل علما می نشینی، در صحبت دوستان می نشینی، از صحبت همدیگر فیض ها نمی بینی. اما خداوند برکت و استاد مهربان دیدارش، گفتارش، صحبت و لحظه های نشست فیضی دارند. برای من دوستای مهربان در حضور استاد مهربان سخن کردن ما از روی آداب نیست، اما امر که از جانب استاد مهربان شد برای شما یک نصیحتی را از روزگار ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان میکنم که این همنشین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما یک درسی را بیان میکند که ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم، خداوند مهربان برای ما و شما در این حیات 4 ناظر را معین ساخته است. یک ناظر اصلی ما الله است که همه کردارهای ما، رفتار و کردار ما را خداوند خودش نظاره میکند. و دوم خداوند مهربان همین زمینه که ما بالایش قدم میمانیم، بالایش زندگی میکنیم، بالایش حیا داریم، همین را ناظر قرار داده است. پس ای برادر عزیز، زمان بالای این زمین سجده میکنی، زمان بالای این زمین عمل خیر انجام میدهی، زمان بالای این زمین قدم میزنیم، باید بدانیم که این زمین ناظر است روز قیامت. بزرگ میفرماید زمین روزی کند 3 بار فریاد، چرا تو غافلی ای آدمی زاد، به حسرت ها درایی در دل من، غریبی عاقبت در منزل من. دوستای مهربان، ما زمان بالای این زمین قدم میمانیم، روزی می شود که داخل زمین می رویم. پس این زمین اون حالت ما را شهادت می دهد از قدم ها، از عبادت و سجده ها، از این گفتار و نشست ها. پس آماده باش ای دوست، ای هموطن، این روزها را با خیر بگذران. سوم خداوند ذوالجلال جسم های ما و شما را ناظر قرار داده است که روز قیامت هر یک جسمی که امروز ما داریم، دست و پا و زبان و گوشی که حرف میزنیم و میشنویم و میگیریم و میرویم، روز قیامت ناظر ما و شماست. الله ذوالجلال در کلامش بیان میکند استعیذ بالله الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. صدق الله العظیم. خداوند مهربان روز از این دستان ما میپرسد، از این قدم های ما میپرسد که ما و شما با این دستان چه عملی انجام دادیم و قدم ها را در کدام راه نشاندیم. اگر برادر عزیزم، اگر ای هموطن قدمت را در صراط مستقیم ماندی، قدمت را در قدم محمد صلی الله علیه و سلم ماندی، برای خوشحالی باد که آن روز شادیت است. بزرگ میفرماید ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت بر صراط جای تشویش است و بیم. پس قدم ها را استوار بگردانیم در راه صراط مستقیم که آن روز شهادت است. چهارم ناظری که خداوند ذوالجلال برای ما و شما عزیزان نصیب گردانیده است این ملائک است که هر یک کردار ما و شما نوشته می شود، هر یک گفتار ما و شما نوشته می شود. پس زبان را از گفتن حرام، چشم ها را از نگاه حرام، قدم ها را از رفتن به سوی حرام نگاه بداریم که روزی می رسد از این امرها پرسیده می شویم. در زمان عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه روز مادر نزدش آمد و از فرزندش شکایت کرد. عبدالله ابن مبارک را گفت فرزندی دارم، هر روز به بازار می رود، کار میکند، مردی کاری میکند، مال به دست میارد، اما تا زمانی به خانه رسیدن مالش را برای فقرا و بیچارگان تقسیم میکند. فقط به خاندانمان همون مقدار مالی میارد که همون شب تا روز نان تناول کنیم.
دیگر نان زیادی در خانه ما نمیماند. عبدالله ابن مبارک این جوان را دعوت کرد. گفت ای جوان، آیا میدانی که مادرت از بالای تو شکایت دارد؟ جوان گفت ای عبدالله، البته که میدانم، اما من احترام مادرم را به جا آوردم و نمیخواهم قلب مادرم را آزار بدهم. و برایت میگویم ای عبدالله، اگر روز ما از این مدینه منوره کوچ ببندیم، بکوچیم و برویم به یک شهری دیگر، به یک ملک دیگر، آیا همین مالی که همراه داریم در خاندان در مدینه منوره، یگان طایفه مال مونه، یگان ذره مال مونه در مدینه میمانیم برای نفره؟ عبدالله گفت نه. اگر ما و شما هم دوستای عزیز از این محله بکوچیم به محله دیگر بریم، هیچ وقت در این محله مال و دارایی ما نمیمانیم، میبریم در این دنیا همراه ما میبریم. پس این جوان گفت عبدالله، آیا میدانی که روز ما این مدینه را ترک میکنیم و میریم به شهری که گذری خاموشان نام دارد، خبر نام دارد؟ من این محنتی که میکنم میخواهم به دست خودم در راه خدا بدهم که روزی که خداوند منو به آن منظره برد، من در آنجا آن داده خود را انتظار باشم و بگیرم، قبر خود را با عملهای خویش آباد بگردانم. زیرا که اگر من برای زن و فرزندم مال بمانم، من میدونم که رزاق الله است، رزق بنده ها را الله میدهد و من امروز داده که خداوند برایم داده است با دست خودم با مردم میدهم، برای مسکینان میدهم تا در خزینه های الله ذوالجلال ثبت بگردد و روز قیامت به دست من بیاید. گر به دستی خود دهی خرمای تر، به که بعد از تو دهند خروار زر. برای می دوستای مهربان، امروز که این محفل نور و با برکت است و برادر مهربان اینقدر اهل علما و حافظان قرآن جمع آورده است، این خیر و برکت است برای اهل خاندان و این نشست برادران روزدار. دوستای مهربان، امروز این بیماری که به سر جامعه جهانی آمده است، همه آگاه هستیم. فقط در این ماه مبارک، در این شبهای مبارک، زمانی برای خوردن طعام برمیخیزی، ای برادر نماز بگذار و از خالق توانا دعای کن در حق همه مردم، همه جامعه جهانی، که خداوند امیر از سر مردم دور کند، خداوند در این مسجدها را باز کند. این هدفی است از قلب بنده برای دوستان، زیرا این امتحان الهی است. مولانا بیان میکنند جمله ذرات زمین و آسمان لشکری حقند روز امتحان. امروز خداوند این لشکر شروان کرد. این از گناه ما بنده ها هست. پس ای برادر، این شبها شبهای توبه هست. این ماه ماه استغفار است. این ماه ماهی است که گناه ها را بشوییم، برای دوستان و برادران دعا کنیم. هیچ وقت نفری را، برادری را، بنده ای را دشمن خود نحسابیم. بزرگ می فرماید اله خانه ای دشمن نسوزان که در پهلوی من او خانه دارد. ما هیچ وقت شاد نشویم که در فلان مملکت زیاد شده است. ما فقط دعا کنیم که پروردگار را از سر مردم ببردارد. لیکن از خداوند تمنا دارم که پروردگار را اینجا نشستگان را مأمور به جنت بگرداند. خداوند خدوم استاد مهربان بر این محفل خیر و برکت ما مبارک بگرداند. خداوند مهربان همه اهل علما علل خصوص استادای عزیز خداوند مهربان در موشان خار نزند. خداوند بلای سر این مردم نصیحت ها کنند و ما از این گلستان قرآن و از این بهاری همیشه سبزی حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم یک شراب ایمانی خود را تر بسازیم. خداوند خیرات برادر مقبول بگرداند. الله ذوالجلال اینجا نشستگان را مأمور به جنت بگردان. پروردگارا فردا یوم قیامت نام ما و شما را در خطار روزداران ماه مبارک رمضان حشر بگردان. پروردگارا از آتش جهنم و وارد شدن را به جنت الفردوس برای اهل این خاندان و اینجا نشستگان ارزانی بگردان، زیرا که دریای رحمتت به پایان است. آمین. خلق عالم در انتظار توان، در غم ابر نوبهار توان. قطره بر گلویشان بچکان،
دانه های چادر از نیسان. لیک پیش از تو دیگر آمد، لیک پیش از تو دیگر آمد، نتوان گفت خوش و یا ناخوش. نه کسی انتظار بودش راست، نگرفته اجازت و درخواست. گشت وارید به هر کجا که بخواست، کرد جمله غنا خاموش، خلق را جمله کرد چون مدهوش. ندید دیده نشنید هیچ گوش، ترسم این که بگویمش ناپاک، ترسم این که بگویمش ناپاک، چون به ناپاکی هاست او در جنگ. دشمنی مکر و حیله و نیرنگ، گویا هست صاحب ادراک، گویی هست اهل دانش و فرهنگ. میکند هرچی را به ناموس و ننگ. نتوانم بگویمش پاک است، نتوانم بگویمش پاک است. ای بسا پاک جای و پاک مکان، در و بام و تیرزه ها بستند. چه بسا پاک دل و پاک زبان، نفس و نفس پاک بشکستند. بلکه ناآمده فقط با نام، بلکه ناآمده فقط با نام، در مسجد و معابد را بست. ریخت بر خاک سرد زمزم را، هم کریست و سری بودا بشکست. شرق از غرب برید و بگسست. اهل قدرت زدند بر زانو، اهل قدرت زدند بر زانو. قامت اهل کبر را خم کرد، قامت اهل ظلم را خم کرد. دست اهل قتال را بربست، در اهل جدال محکم کرد. آدمی را به فکر یک دم کرد، بزم تویان را چو ماتم کرد. جای خرسندی ها پر از غم کرد. اهل از کار خویش می ترسد، یار از یار خویش می ترسد. شده از هم جدا برادرها، خواهران و پدر و مادرها. دل و دلدار و یار و یاورها، باور از بار خویش می ترسد. رمضان آمدی خوش آمدی خوش، رمضان آمدی خوش آمدی خوش. شاید افزاع را دیگر سازی، شاید افزاع را دیگر سازی. شاید این شام را سحر سازی، شاید این زهر را شکر سازی. جای بد با نکو بدل بشود، صلح در موضع جدل بشود. دستگیری پی خلل بشود.
این همه عبرت است صوتی را، این همه عبرت است صوتی را، شایدم بحر خلق پند شود، عقل و ادراکشان بلند شود، که خدا نیستند و مخلوقند، که خدا نیستند و مخلوقند، که گدایند و جمله مرزوقند، که گدایند و جمله مرزوقند، بنده خالصی خدا بشوند، تا که آزاد زین وبا بشوند، تا که آزاد زین بلا بشوند. قرآن بخونید.